برادر و خواهر عزیز، وقتی الله متعال از تو یک چیزی را بگیرد که از دست رفتنش را تصور نمی کردی، پس زود است که در عوض آن برای تو یک چیز را عطا می کند که صاحب شدن آن را تصور هم نمی کردی. چون که مربی و صاحب اختیار تو الله متعال با تمام شفقت و مهربانی می فرماید: استعیذ بالله فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظیم. پس چی بسا چیزی را خوش نمی دارید، یعنی برای شما ناخوش و ناگوار است و خدا در آن خیر بسیار قرار می دهد. خداوند نفرمود یک خیر، بلکه خیرا کثیرا فرمود، یعنی خیر بسیار. پس وقتی که چیزی را از دست دادی غمگین مشو، با کسی شکایت مکن، بلکه شکر کن و صبر پیشه نما و بدان که خداوند در عوض آن به تو چیزهای را عطا می کند که صاحب شدن آن را حتی تصور هم نمی کردی. چرا تو ای شکست دل خدا خدا نمی کنی؟ خدای چاره ساز را چرا صدا نمی کنی؟ به هر لبی دعای تو فرشته بوسه میزند، برای دردی به امان چرا دعا نمی کنی؟ به قطره قطره اشک